مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در برنامه تلویزیونیش اخبار وزارت کارهای داخلی برخی جزئیات پرونده صادق احمدبیکوف رهبر جوانان محله برخورق شهر خورق را نشر کرد. قبلا گزارش شده بود که صادق احمدبیکوف سال تولدش 1985 و گولیوزوف سال تولدش 1992 در فرودگاه دوشنبه بعد بازداشتشان از ترکیه دستگیر شدند. اما وزارت کارهای داخلی میگوید که احمدبیکوف خود اختیاراً به مقامات حاضر شده است و در عوض خواسته است که به او جزای سبکتر دهند. احمدبیکوف به آن متهم می شود که 19 سپتامبر سال 2020 در پی یک بازی فوتبال بین محله‌های برخورق و گولکین که با حساب 2-1 به فایده دسته گولکین انجام یافت، در ورزشگاه با فیروز سید ابراهیموف سال تولدش 1991 ساکن کوچه شیرینشاه شاتمور مناقشه کرده است. بعد این بحث بنا به فریضه وزارت کارهای داخلی احمدبیکوف بچه‌های برخورق را در اطرافش جمع کرده با بچه‌های گولکین وارد مناقشه گروهی شدند. در جریان زنوزنی بین مخلصان دو دسته به گفته وزارت کارهای داخلی 14 نفر جراحت برداشتند. 20 شیشه تریزه مکتب رقم 2، تریزه‌های خانه‌های 8 ساکن، 6 ماشین شهروندان، 7 شیشه خانه‌های ساکنان گولکین، 6 تریزه و 4 کرسی ورزشگاه، 4 شیشه تریزه بنای امانت بانک، شیشه درآمدگاه بازرسی دولتی اتومبیلی شهر خورق را زده شکستند. همین طرفداران صادق احمدبیکوف حرکت نقلیات را در کوچه مرکزی خورق برای بیش از 1 ساعت منع کرده تریزه های چند ماشین را نیز زده شکستند. خود صادق احمدبیکوف در گزارش وزارت کارهای داخلی چنین بیانات می‌دهد: بعد بازی فوتبال بین من و فیروز از گولکین نوفا میشد. ما جنگ کردیم و در رو از دو طرف هم بچه‌های گولکین و هم بچه‌های برخورق ازدحام جمع شد و زنوزنی سر شد در درون میدان. ما از میدانچه برآمدیم و همانجا تریزه های مکتب را زده شکستیم. آهسته آهسته قفا رفتیم که گروه زیادی جمع شد، قریب 300 نفر. جنگ دیگر تا راه اساسی دوام کرد قریب 1 ساعت. در نتیجه تریزه های مردم را شکستند، تریزه های چند ماشین را شکستند. وقتی که ما قفا می رفتیم به کارمندان پستگاه بازرسی دولتی اتومبیلی هم سنگ رسید و وقتی کارمندان مقامات قدرتی حاضر شدند ما پراکنده شدیم. احمدبیکوف میگوید او بعد فهمید که نسبت وی در رابطه با این حادثه پرونده جنایتی گشودند و او در جستجو قرار دارد. او در پاسخ به این سوال که چرا خود را در خورق نی و در دوشنبه به مقامات سپرد جواب داد که در خورق تاثیر گروه‌های متشکل جنایی به ما خیلی زیاد است. برای همین خواستیم قضیه خود را در شهر دوشنبه بگوییم تا به ما کمک کنند. بازداشت احمدبیکوف و گولیوزوف در پی اعتراضهای گسترده است که در پایان ماه نوامبر در خورق به دنبال مرگ مرموز ساکن بازداشت شده روشقلعه گلبدین زیابیکوف دایر شد. یکی از اشتراکچیان فعال اعتراضها بچه‌های برخورق بودند. پایگاه خبری پمیر دیلی نیوز قبلا عکس قرار دادگاه خورق از 28 نوامبر سال 2020 را نشر کرده خبر داده بود که احمدبیکوف را در حال به حبس گرفتند که او را برای آن زنوزنی مخلصان علیه 406 سامانی جریمه بسته بودند.